سلام عرض میکنم به بینندگان بینیهت عزیزی رادیو زودی و به همراهانی که این لحظه ها ما رو در روبروی خودشون تماشا دارن. شالوگو خوجا هستم، چون همیشه در ساعت 10 با وقت پراگ در خدمت شما با سرخطی خبرهای تازه تاجیکستان و جهان، تا اینکه بازم بعد از رساسی ساعت دیگر با شما ملاقات کنیم در بخش مستقیم برنامه خبری و با تفصیلات همین موضوعی که حالا من برای شما خواهم گفت و البته با علاوه خبرهایی که تا اون لحظه ها به دست ما خواهد رسید. و فکر میکنم چون همیشه شما در چند دقیقه ما رو تنها نمیگذارید تا اینکه بفهمید در تاجیکستان و دنیا این لحظه ها چی میگذرد. حکومت تاجیکستان ترتیب نوی گرفتن سیم کارت ها را مشخص کرد. امالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با امضای یک قرار به خدمات علاقه تاجیکستان دستور داده از خدمت رسانی سیم کارت هایی که در مهلت 6 ماه استفاده بردن نمی شوند قطع کرده شوند. همچنین برای به نام یک شخص به رسمیت درآوردن نه زیاده از 2 سیم کارت در همه اپراتوران خدمت علاقه برقی و از نو به قیدگیری سیم کارت های شخصانی که شناسنامه شهروندی تاجیکستانی نمونه سال 2014 را ندارند در دوام نیم سال چاره‌جویی نمایند. گذشته از این در حدود تاجیکستان خرید و فروش سیم کارت های شرکت های خارجی و فروش سیم کارت های شرکت های در تاجیکستان به قید گرفته شده در حدود کشورهای خارجی منع است. خوب بینندگان عزیز، تفصیلات این قرار را در برنامه خبری براتون پیشنهاد خواهیم کرد. تنها همین را یادآور میشوم که این قرار در حال به امضا میرسد که تابستان سال گذشته پیشنهادها درباره 250 سومانی نرخ کردن سیم کارت ها صدا داده بود. این تصمیم و همچنین از یک نام به نام دیگر گذراندن سیم کارت ها باعث به نوبتی طولانی مردم در پشت مرکزهای خدمت رسانی شد. مردم گفتند زوری همه برای خریداری سیم کارت های گران نمیرسد و باید مقامات در همه گونه تصمیم گیری جیب ساکنان را به این نوبت بگیرند. با روسیه با اتوبوس در پس منظر گران بودن نرخ بلیط هواپیما اکنون مهاجران از جنوب تاجیکستان با اتوبوس به روسیه حرکت میکنند. اتوبوس‌های شرکت خوجند ترانس سرویس در اولین حرکتش از شهر بختر 130 مسافر را با خود گرفته است. مهاجران درباره شرایط سفر چی میگویند و آیا تا کجا این سفرشان امن است؟ در برابر این همه با سوال‌های دیگری نیست است که فکر میکنم برای شما مهاجران عزیز دونستنش مفید خواهد بود و در این باره ما در برنامه خبری گزارش داریم. ضمناً هفته پیش رئیس آژانس هوانوردی تاجیکستان گفت به شرکت سامان ایر و تاجیک ایر مشوره دادند که نرخ بلیط پروازها را بر روسیه پایین بیارند وگرنه مسافران از دست خواهند رفت. اکرام سپانزاده گفت وجود چند فرودگاه بین‌المللی در نزدیکی تاجیکستان از جمله در ازبکستان و قرقیزستان آنها را وادار کرده است که در مورد کاهش نرخ بلیط به روسیه چاره اندیشند. خب نرخ بلیط هواپیماها در تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی گرانترین به شمار می رود و یک مایه انتقاد شما مهاجران کاری عزیز مسافران اساسی شرکت های هواپیمایی است. قیمت بلیط ها اساسا در موسم بهار و تیر ماه وقت سفر و بازگشت مهاجران متناسباً بالا می روند. وقتی مقامات خاموش است ژورنالیستان دست به کار می شوند. مرکز تحقیقات ژورنالیستی کوشش کرده است با انجام یک نظرپرسی سبب‌های اصلی دست به خودکشی زدن ساکنان تاجیکستان را معین کنند. در چند سال اخیر از هر گوشه‌های مختلف تاجیکستان پیوسته خبرهای دست به خودکشی زدن زنان و مردان و همیگونه نورسان نشر می شود. اما ژورنالیستان میگویند مقامات از ارائه اطلاع خودداری و ریزه تلاش میکنند آمار این گونه حادثه ها را کمتر نشان بدهند. در برنامه امروز همراه با شما خواهیم دید که خود ساکنان در موضوع سبب‌های خودکشی چی نظر دارند. و بانک مرکزی ازبکستان اعلان کرد که 25 فوریه پول نقدینه نوی 100,000 سوم را به معامله وارد میکند. بانک گفته است که در 100,000 سوم نو رمزهای مخصوص برای مردم نابینا جای داده شده است. فعلا 100,000 سوم ازبکی به تخمینا 12 دلار آمریکا برابر است. تا این زمان کلانترین پول ازبکی نقدینه 50,000 سوم است که در ماه آگوست سال 2017 به معامله وارد شده است. و بینندگان عزیز، بزرگترین فابریکای پرنده پروری در ناحیه مومن آباد بعد 6 سال توقف دوباره به فعالیت شروع کرده است. این فابریکا سال 2011 از سوی رئیس جمهور امالی رحمان مورد استفاده قرار گرفته بود و همگی بعد یک سال فعالیتش از کار ماند و باید گفت که فابریکای مذکور برای استحصال و به بازار وارد کردن محصولاتش از
фононбонк 2 миллион сомони қарзи дароз муддат гирифт, аммо ба далели ба фурӯш нарафтани маҳсулоташ муфлис шуд. ҳоло ин фабрика чӣ гуна фаъолияташро ба роҳ мондааст? бо мо биёед баъд аз 30 соат дигар дар бораи ин ва дигар мавзӯъҳое ки мо боз ҳам дорем ва мехоҳем ба сами шумо бирасонем дар барномаи хабари огоҳ хоҳед шуд. ва ҳамин гуна агар шумо ҳам хабару матлабе доред ки мехоҳед бо мо дар миён бигзоред, навор ва акси ҷолибе доред ки мехоҳед дигарон низ бубинанд, ба радиои Озодӣ лутфан бифиристед. ман ҳамаи шуморо баъд аз 30 соат дигар дар пахши мустақим дар Озодӣ видео бозам мунтазир мешавам.